در اسنادی که چندی پیش در وزارت امور خارجه انگلستان از حالت محرمانه خارج شد، یک سند واقعا قابل توجه بود. موضوع این سند برمیگشت به ملی شدن صنعت نفت ایران. با توجه به حرکت‌های مردمی در سال 1332 و ملی شدن صنعت نفت، یک مسئله بسیار مهم برای دولت انگلستان این بود که آیا مردم ایران به آن سطح از روشنگری رسیدند که دیگر امکان استثمار و استثمار آنان وجود ندارد یا خیر؟ برای یافتن پاسخ این مسئله به سفارت انگلستان در ایران مأموریت داده شد تا اقدامات لازم را انجام دهد. سفیر انگلستان تعدادی از کارشناسان زبده‌اش را به مناطق جنوب شهر تهران می‌فرستد تا از مردم آنجا سوال کنند آیا حمامی که در این محله بیماران را شفا می‌دهد می‌شناسند؟ پر واضح است که اکثر مردم از وجود چنین حمامی ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. اما وقتی برای چند هفته متوالی این کارشناسان به این محله رفته و این سوال را مطرح می‌کنند، رفته این شایعه‌ها در دهان‌ها می‌پیچد. در این محله یک خزینه قدیمی بوده است که مردم محله میگویند شاید منظور از حمامی که بیماران را شفا می‌دهد همین خزینه باشد. حالا نوبت مرحله نهایی کار است. صبح زود یک روز جمعه، سفیر انگلستان به همراه یکی از کارشناسان سفارت که خود را به نابینایی زده بود به خزینه رفته و میگویند از خارج کشور برای شفا یافتن این فرد نابینا به این خزینه آمده است. برابر سنت موجود آنان لخت شده و به دور خودشان لنگ پیچیده و وارد خزینه می‌شوند. فرد نابینا وارد آب شده و بعد از چند لحظه فریاد می‌زند که چشمانش می‌بیند. با این کار مردم به سوی آنان هجوم آورده و لنگ آن فرد را به عنوان تبرک تکه تکه می‌کنند. سفیر انگلیس و آن فرد کارشناس به خیال آنکه نقشه‌شان لو رفته است، به طور عریان به بیرون از خزینه فرار کرده و با مشقت بسیار خود را به سفارت انگلستان می‌رسانند. بعد از چند روز مأموران سفارت به محله مذکور رفته و می‌بینند صف طویلی از بیماران جلوی خزینه ایستادند تا به داخل آب رفته و شفا بگیرند و از این بدتر که آب خزینه به عنوان تبرک به مردم داده می‌شود. سفارت انگلستان نتیجه این مأموریت را به این صورت به انگلستان مخابره می‌کند. هنوز می‌شود از خرافه پرستی این مردم نهایت استفاده را کرد و منافع دولت انگلستان را تأمین نمود. حالا شما بگین ما همین الان هم خرافه پرستیم؟